درود مجدد ما را از استودیوی مرکزی رادیوی تلویزیون ملی افغانستان از کابل پذیرا باشید. ادامه برنامه افتخار و بخش دوم است. من باز هم میزبان یکی از مسئولان فدراسیون بزکشی ولایت سمنگان را از روی خط اسکایپ از سمنگان با خود دارم و بیشتر روی عملکرد تیم بزکشی ولایت سمنگان با خودشان صحبت‌هایی می داشته باشم. احمدی صاحب سلام، وقت بخیر، ممنون از اینکه وقت دادی. در مورد عملکرد تیم بزکشی ولایت سمنگان به ما و بیننده ها میشه یک معلومات بتین؟ در دور پنجم لیگ بزکشی افغانستان سمنگان مدافع عنوان قهرمانی بود، ولی در دیدار پایانی در برابر تیم بزکشی ولایت سرپل بازی را واگذار کرد. دلیل ضعف تیم بزکشی سمنگان در بازی نهایی چه بود از نظر شما؟ تشکر. سلام به شما و سلام به تمام بیننده هایی که از طریق چینل شما ما را میبینند و صدای ما را میشنوند. دیگه تیم سمنگان در فصل دور پنجم درخشش عالی داشت. پهلوانای ما خیلی خوب درخشیدن تا فاینال رسیدن. خب بازی در اصل یک برد و باخت خود داره. خب طبعا باز در فاینال ما نتونستیم که تیم مقابله یعنی تیم سریپلا شکست بدیم و قهرمانی را بگیریم. خب البته چندین دلیل در اینجا بوده میتونه. یکی که تیم سریپلا تیم قوی بود، اسبای خوبی داشتن، چاپ اندازه خوب در ترکیب تیمشان بود. و همچنان در تیم سمنگان هم ما پهلوانای ورزیده و قابل تجربه ای را داشتیم. دیگه ما 3 مسابقه به حساب بازی داشتیم که پیش از او همراه بغلان و قندوز و قندهار که اسبای ما خیلی زیاد در اون مسابقه چی شده بود. دیگه در اون مسابقه زیاد مانده و چی شده بود. دیگه در روزی که با فاینال فقط یک روز ما وقفه داشتیم. بله. یک روز وقفه داشتیم. خب باز چانس هم یاری نکرد البته دیگه. بسیار خوب. شما در بازی نهایی در برابر تیم بزکشی ولایت سرپل نایب قهرمان لیگ بزکشی تورنمنت لیگ بزکشی مزار شریف بازی را واگذار کردین و با علیرغم اینکه شما ترکیب تیمتان قدرتمندتر از سال گذشته بود، شما 2 چاپ انداز قوی از تیم بزکشی ولایت بغلان را به اختیار گرفته بودین، سعید عوض و سعید مسعود 2 برادر، ولی باز هم چه شد که در نهایت در برابر تیم بزکشی سرپل بازی را واگذار کردین؟ دلیل عمده در کجا بود؟ ضعف در کجا بود؟ علیرغم اینکه شما خیلی پرقدرت لیگ را آغاز کردین، از صد رقبا یکی پس دیگر عبور کردین و به دیدار پایانی رقابت ها راه پیدا کردین. خب دلیل عمده چندین دلیل بوده میتونه. در اولی که البته چانس با ما یاری نکرد. بله. چون بازی های قبلی ما را که با دیگه ولایت های مثلا 3 بازی اخیری ما را که بیننده ها مشاهده کنند، ما در ترکیب تیم خود بهترین پهلوان ها را داشتیم، اسبای خوبی داشتیم، ولی در مسابقه آخر یا روز فاینال اسبای ما یک کمی زلگی دوام میکرد، چون بر استراحت وقتی کافی نداشت. صرف یک روز داشتیم که اسبای ما استراحت کنه یا دم خود بگیره. دیگه باز چانس با تیم سریپل هم یاری کرد. یک نمره خیلی هیجانی را گرفتن که بعد از اینکه ما یک نمره بگیریم دیگه ما غافلگیر شدیم پهلوانای ما، چون حکم بسیار زود ویسال کرد بدون از اینکه متوجه شود که تمام پهلوانا حضور پیدا کرده یا نکرده. همین باعث شد که پهلوانای ما البته رویشان از چی شود و یکی تیم سریپل تقریبا 4 روز چی داشتن که هیچ مسابقه نداشتن، هیچ بازی نداشتن. پهلوانایشان هم دیگه داشت و اسبایشان هم. خب با اصل یک برد و باخت داره
دیگه تیم سریپول هم خب تیم قوی بود، اسبای قوی هیکل داشت، بهترین پهلوانایی را داشتن. خب او هم کوشش کردن که قهرمانی را بگیرن. 400 به همراهشان یاری کرد و برایشان تبریک هم میگن. بله. و سوالایی است که علاقمندان و مشتاقان تیم بزکشی ولایت سمنگان از ما پرسیدند که قرار است باید شما جواب بدید. عده از علاقمندان تیم بزکشی سمنگان به این باور هستند که چاپاندازان تیم بزکشی سمنگان در بازی نهایی آنچنان بازی نکردند و به یک نحو بازی را پیش پا افتاده فکر کردند و خیلی جدی نگرفتند. آیا چنین هست به نظر شما یا خیر؟ نه خیر، چنین گپی خود نیست، چرا که پهلوانای ما از شروع لیگ، خب شما شاهد حال هستین و تمام بیننده هم که مسابقه را دنبال کرده باشند دیدن که پهلوانای ما خیلی با یک رویه عالی بازی کردن و بسیار با تیمای قوی بازی کردن و بازی هایشان خیلی عالی بود. ولی این بازی از دیگه یگان وقت پهلوان هر چقدر قوی و چی باشه یگان غافلگیر میشه. ولی در واقعا هم که در روز فاینال یا مسابقه که با سریپول داشتیم دیگه متاسفانه که یکن اسبای ما نظر به اسبای ولایت سریپول دیگه او قدر چی کافی نداشتن، انرژی کافی نداشتن. اما سه مسابقه که پی هم داشت در اونجا خیلی اسبای ما در اون مسابقات انرژی خود از دست داده بودن. اگر ما میتونستیم یک دو روز یا حداقل اسبای خود استراحت میدادیم و بعد در مسابقه دیگه چی میکردیم انشالله که نتیجه خوب میگرفتیم. ولی باز هم تمام پهلوانای ما و خاصتا نجیب الله پهلوان که قهرمانی نجیب الله دیگه برای همگی معلوم است، تیم ولایت سمنگان و هم کوشش خود کردن دیگه، چون چانس یاری نکرد دیگه. ایره ما زیادتر اول به چانس میبینیم دیگه. بازی طبعا وقتی که دو تیم در میدان آمد تیم مقابل هم البته نقطه ضعف ما را تعقیب کرده بودن، چیا را میدیدن. شاید از همون بعضی نقطه ضعفی که ما یا از نگاه اسب داشتیم یا از نگاه دیگه داشتیم از او استفاده کردن و بازی را بردن دیگه. ما از تمام پهلوانای خود تشکری میکنیم، خیلی خوب رزمیدن تا به پای قهرمانی رسیدن که در مسابقه آخر نتونستیم که از قهرمانی خود حفظ کنیم، باز هم مقام دوم از آن خود کردیم. ولی در بازی ها در تمام بازی ها شما شاهد حال هستید که بهترین بازی را دیگه تیم سمنگان داشت، مهارت عالی با یک روی قوی بازی کرد. صرف در روز فاینال خب کوشش خود کردن ولی چانس یاری نکرد. خیر. بله، چون تیم سمنگان در برابر تیم پرقدرت کندوز بازی نیمه نهایی را برگزار کرد، با سختی با نتیجه 1-0 از صد کندوز عبور کرد و میشه گفت یکی از دلیل‌های عمده خستگی چاپاندازان و از پای تیم بزکشی ولایت سمنگان باشه که در سوی دیگر حریف شما که تیم بزکشی سرپل در دیدار پایانی با شما قرار گرفت در برابر تیم بزکشی کندهار بازی نکرد و بدون بازی با نتیجه 3-0 پا به دیدار پایانی گذاشت و میشه گفت این نکته برجسته قهرمانی و یک امتیاز روی کاغذ برای تیم بزکشی ولایت سمنگان البته سرپل محسوب شود. در مورد اسبی که متعلق به خودتان است، اسبی که لقب بهترین اسب دور پنجم لیگ بزکشی افغانستان را کسب کرد و صفت‌الله پهلوان سوار بر اسب شما بود، میشه بگوین که از چه ویژگی های برخوردار بود که چنین لقبی را از آن خودش کرد؟ تشکر، زنده باشین. دیگه همی اسبی که صفت‌الله پهلوان سوار بود و امسال دیگه یکی از بهترین اسب‌ها در لیگ شناخته شد. سال قبل هم اگر شما شاهد حال بودین که سال قبل هم این اسب با صفت‌الله پهلوان خیلی درخشش عالی داشت، چون تقریبا 2 سال قبل این اسب ما خاص به خاطر همین مسابقات لیگ از کشور قرقیزستان آورده بودم که در اونجا این اسب به همین مسابقات استفاده میشد. و بعدش
این اسب دیگه آشنایی کامل با صفت الله پهلوان پیدا کرد که ما چندین پهلوانای دیگه هم داشتیم که به این اسب تاخت و تاز کردن، ولی صفت الله پهلوان که خودش هم یک پهلوان زمینگیر است یا به جیک به جیک خیلی مهارت عالی داره، این کوشش اردیشان این شد که صفت الله پهلوان هم آقای گل شناخته شود و اسب هم یکی از بهترین اسب‌ها شناخته شود، چون ما در 3 مسابقه آخر خود نتیجه مسابقه را همین اسب با صفت الله پهلوان رقم زد. بله. که اسب یک ویژگیش همین بود که بسیار تیز است. بله. و بعد از با وجود تیز بودنش بسیار یک جلوی نرم داره. شما میتونید که با اندکترین اشاره مسیرش اسب تغییر بده، از یک مسیر به مسیر دیگه بره و همو به حساب چاپانداز کدام راهی را که میگه همون راه را سریعتر دنبال کنه و خود به هدف برسانه. این یکی از ویژگی های همین اسب است که امسال یکی از بهترین اسب‌ها شناخته شد. بله. و در مورد برنامه‌های آینده تیم بزکشی ولایت سمنگان هم میشه و به ما و علاقمندان تیم بزکشی سمنگان یک معلومات بتین که حالا تمرینات چاپاندازان و پهلوانان در ولایت سمنگان چگونه پیش میره؟ آیا رقابت‌های درونی برگزار میشه در ولایت سمنگان پس از اتمام دور 5 لیگ بزکشی افغانستان یا خیر؟ بله، البته ما تمرینات خود داریم، آمادگی کامل در تورنمنت بهاری هم داریم که ببینیم که از طریق در کدام ولایت خواهد برگزار شد و نظر بزرگا چی هست. دیگه ما تمرینات هم چاپ اندازا هم اسبای خود تمریناتش ادامه میتیم، چون میریم هفته هم انشالله که از کابل تقریبا یک هفته میشه که آمدیم دیگه. اسبا هم آماده تمرینات است، پهلوانای ما آماده تمرینات است، چون ما سال قبل هم خیلی تیم ما یک تیم فوق العاده و عالی بود و خوب درخشش داشت. امسال هم شاهدش بدین که ما از سال گذشته هم کرده خیلی یک تیم قوی و یک تیم عالی در لیگ اشتراک کردیم و انشالله که در تورنمنت هم کوشش خدا میکنیم، زحمت خدا میکنیم. چاپ اندازای ما تمرینات خود داره و اسبای خوبی دیگه هم انشالله که در تیم خود میاریم. دیگه مردم ما ولایت سمنگان مردم اکثریت همین ورزش بزکشی بسیار دوست دارن و مردم هم کوشش میکنن و ما هم در قبالش کوشش میکنیم که تا همچون مسابقات یا همچون لیگ و تورنمنت ها برگزار شود و این باعث یک خوشی ما است که میریم از یک ولایت به ولایت دیگه و دوستا و برادرای ما را میبینیم و باعث خوشحالی ما میشه و ما آمادگی 100% داریم به تورنمنت و روز در روز کوشش میکنیم تا تیم ما یک تیم قوی در هر میدانی که باشه حاضر شود. بسیار خوب. آقای احمدی، به عنوان پرسش آخر پیامتان به مشتاقان و علاقمندان تیم بزکشی ولایت سمنگان چه هست؟ به عنوان پرسش آخر اگر وضاحت بتین که چه پیامی دارین به علاقمندان تیم بزکشی سمنگان که از شکست در بازی نهایی شکستی را که متقبل شدن متاثر هم شدن، چه پیامی دارین به اونا؟ پیام ما به تمام علاقمندان ورزش بزکشی و خاصتا تیم ولایت سمنگان به مردم خود همین پیام دارم که ما اسب دارا و تمام پهلوانا دیگه کوشش خدا میکنیم و تمرینات خدا میکنیم. همین قسمی که در سال گذشته قهرمانی را گرفتیم و این سال هم مقام دوم هم مقام کمی نیست، ولی کوشش خدا کردیم از اینکه نتونستیم قهرمانی را دوباره بیاریم و باز به لبهای مردم خود لبخندی را بیاریم. خب خیر، گپی نیست دیگه، بازی در اصل یک برد و باخت خود داره، حتما یا چانس یاری نکرد. انشالله وعده میتیم که ما و تیم ولایت سمنگان انشالله در هر میدان یکی از بهترین تیم ها انشالله حضور پیدا میکنه.
میکنند و پیام هایی که ما از مردم خود دریافت کردیم، از دوستای خود، از کسایی که در ورزش دوست دارند و تیم خود حمایت کردن، گپشان همی بوده که درخشش تیم عالی بود، همه گپتان عالی بود، پهلوانای ما خیلی خوب درخشیدن، اسبای ما خیلی خوب بود، ولی که در آخر چانس با ما یاری نکرد. گپی نیست دیگه، حمایت مردم ما با ما هست و همیشه ما را حمایت کردن و انشالله که از این بعد هم حمایت میکنن و پیام ما است که انشالله ما در آینده از این هم که قویتر و بهتر در میدان خود حاضر شدیم. سپاسگزار هستم از اینکه حضور پیدا کردین در برنامه. بسیار تشکر. وقت بخیر. تشکر از شما هم. بخیر باشه. با این ترتیب ما هم میرسیم به پایان برنامه افتخار در این هفته. تا برنامه های دیگر که ما باز هم با جمع تیم مستعد ما در حضور شما قرار میگیریم، شما رو به خداوند منان و بنیاز میسپارم. همچنان بقیه برنامه های ملی و ملی سپورت نیز بیننده باشید. اما قبل از او بریم بسته تصویری که آماده نشر است ببینیم. خداحافظ.